شما عزیزم به داداش گلم دست پنجه طلایی به قرآن موامو میزنه. آقا حضار ببینی این تلسمنس داره تا من میزنه 3 روز با زورم موام بزنه. حاج عباس باشه کل ایران توران باشه. حاج عباس ستون لاتای تهران. ایول در خدمت هستم حاج عباس. نشون ندی مردم من دکترم این قضیه الکی میگه من بچه راست میگه ممنون ازت. سلام دوباره چه پر انرژی هستی تو. خیلی عالی بود. بهتر از این نمیشه. خب آقا عباس از رنگ ریشت راضی هستی یا نه؟ خیلی رنگ ریشم خوبه، طبیعیه، خداوند همچین رنگی درست کرده برای ما. تو هم نتونستی درست کنی، خدا رو شکر. موهام قشنگ میزنی، ممنونت. دوستان موهاتون میشه آرشام. من 3 نفر هستم میزنم مو، ولی آرشام چیز دیگه است، پنجه طلاییه. امروز هم یه استوریش میکنم تو واتساپ. هم دنیای مجازی که کلا بیرون هستم ولی کلا تو واتساپ رفقا ببینن. آقا عباس رو نمیگی ریشات رنگ کردی؟ نه نکردیم، نگو این حرفو مردم، به قرآن نکردیم. ریشه مادر. آقا عباس این ریشه رنگ شده. نه دیگه بذار 2 تا مشتری بیاد. عشق منی. مخلصی بابا. تا درودی دیگر بدرود.